خب الان زنده باش. پیش از اون که ما برنامه را خداحافظی کنیم دوستای عزیز، یک نقطه دیگر در من صحبت میکنیم، یک کمی کوتاه. باور که ساعت ما 11 شد، باز رفتیم 10:30 شد رفتن آمدن دیگر مصروفیت ها. یک نقطه پیش اومد واقعا برای جامعه اونقدر تکان نخورد، ولی برای من بسیار یک موضوع بسیار مهم دونستم که گپ زنم. یک نوشت کامنت یک نفر من دیدم، شوکه شدم دا که نباید که یک نماینده مردم، یک وکیل، یک راهبر یک حزب سیاسی تا این اندازه دهانش توالت باشه، دشنام بکنه، تحقیر بکنه، فلانت میکنم بگه. این یک کاتاستروفه، میفهمی؟ این یک بمب باید یک جامعه های مردم سالار الکی مردم در کوچه ها استعفای این همون شخصیت میخوان، این همون نفره که نه وکیل پارلمان بهترین ملت جدا میشوند از قشر جامعه در پارلمان میروند چیکار میکنن؟ وکیل میشوند. گلچین از منطقه غرب، گلچین چند نفر، از سوخ چند نفر، از خانی بادام چند نفر، نمیدونم، از هر منطقه های تاجیکستان گلچین ها انتخاب میشوند از جانب مردم، میروند در حوزه انتخاباتی در پارلمان کشور وکیل میشوند. نماینده مردم از نام مردم در اونجا وکیل میشوند. سجفر عثمانزاده وکیل پارلمان، رئیس حزب سوسیال تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان. مرحمت بگذار. این صفحه فیسبوکیش هست، یا میدونینه؟ این سجفر عثمانزاده در یگانه وکیلی هست که در هر کجا کم کم اشوله میخونه. درست است که یک نفر با نام فیکی یک هفته مرا هر روز تحقیر میکنن. باور که اگر من بکشم کو هیچ نه مادر میمونه، نه کودک میمونه، نه فرزند میمونه، هیچی نمیمونه، ولی من در برابرشون اینمو دشنام نمیتونم، برای که خیلی بی عقل است. اگر عقل سالم داشته باشه هیچ وقت تحقیر نمیکنه. یک نفر در صحیفه‌اش میدرو مینویسه که دوریای به ایمانی به وجدان پرخری احمق. البته که من قبول ندارم، ولی خب دیگر یک نفر از دیگه من کارش ندارم. دوامش ببینید. تو نه سیاست مدار، نه حزب سیاسی داری، تو یک چاپلوس خاکشپی دیکتاتور هستی. لعنت به تو بری کورنمک دزدی خواهی. یک نفر همیشه می نویسش. اوکی، یک نفر. و همون کتابی همون مالکیش بیمارخانه ابن سینا که نوشته شده بود، عبدالخلیل خالقزاد، حوادث روزی من گفتن یک کتاب نوشته بود که بعد بردن این زمان در باز داشتگاه قرار دارد. همون کتاب میگیره اکثر روان میکنه. انا بعد این نفر چی می نویسه؟ من دشنام است ولی میخونم، من معذرت میخوام از تمام مدران، شاید خیلی نمیخونم ولی خودتون بخونیم. دشنام است. لعنتی از دست تو و همین خیل محل بازها تاجیکستان آباد نمی شود. آچت همی ستریک فلان بکنه. توری لعنتی تمام محله تاجیکستان رو پس زد. با شما حمایه‌اش میکنین. تو مرز رو تا نشان بده لوبای دولت باشی هموجه میام دامش فلانت میکنم. وکیل پارلمان بلیاز خدا، ای مردکی خوب، ای مردم، نماینده مردم، رهبر یک حزب سیاسی که در انتخابات ها اشتراک میکنه، تا این درجه پایان میفهمی که میقپون فلانتون میکنه. میگه وای به حال ما، وای به حال این ملت، وای به حال این ملت. اما چه گپی کم نیست برای یک حزب سیاسی. اگر حزب‌های دیگر ما رقابت میخواهیم از این مسئله باید میدون یک کینا بسازن، یا بمب هستین، میفهمین یک چیزی است که این ناممکن است در سیمای یک وکیل پارلمان یا که یک رهبر یک حزب سیاسی اینمو استراتژی، اینمو تحقیر کردن، این غیر امکان است.
من برای که همین فکر نباشه من همو برادر خواهش کردم که با طور ویدیو بکنم از صفحه فیسبوکی که همو باشه ویدیو، یعنی هم سکرین میکنه، اکران سکرین میکنه، روان میکنه و ایلو عکسش هسته. برای من عکسش هسته، یعنی ای جنتلمنه عکسش هسته، اما من خواهش کردم که ویدیو بکنه و بعد از او ذکریتی دوستو میکنه، دیگه نمیتونه. ببینین رهبر یک حزب سیاسی، رهبر یک حزب در سطح وکیل پارلمان، اگر وکیلان دیگری ما وجدان دارین، اگر چون رستم امومعلی خب دیگه اگه ما او فرهنگ نگم که فرهنگ در وجودش نمید ببردار بکو بشور نیست به جز خدا. اگر تو من حیث یک راهبر هستی در اون نهادی بالایی، این وکیل است در اون پارلمان، عاقل خانه نیست که یا خرا در اونجا باشن. من معذرت میخوام، تو راهبری خرها نیستی، تو راهبری عضو این ملت بهترین هاش به گفتی خودشان هستی. میفهمی؟ کسایی که میگن شما برنامه ندارین، استراتژی ندارین، پیشنهاد ندارین، من من حیث یک شهروند پیشنهاد دارم که نباید چنین نمود تحقیر آمیز شخصانی که در حق مردم تحقیر میکنن، فلان یک جوان میخواد فلان میکنه، میگه نباید این نفر در سطح پارلمان کشور دپوتات باشه، وکیل باشه. این منطق بیرون است. این پس اینجا بیانگری است که در اونجا همه خرا نشستن، الگو جوان ها میروند در اونجا راهبر میشن. وکیلی پارلمان بودن جای هر یک خر و خنگله نیست. اگر هزار دشنام و تحقیر تو میشنوی، ولی تو باید دیپلماتیک جواب بدی، تو باید سیاسی جواب بدی موضوع، تو باید با طور چنان جواب بدی که طرف قناعت بخش بشه. تو وکیل وکالت داری، تو یک انسانی بخیرت، یک انسانی دانشمند، یک انسانی بسواد میره و در اونجا وکالت میگیره. یک از عاقل اومده یک 10 مرده نمیتونه وکیل پارلمان باشه. پیروز رئیس کدام حزب سیاسی با در انتخابات های پرزیدنتی نامزد انتخاب میکنن. یو میفهمین؟ وقتی خداوند وقتی نقشه یک انسان به آبرو کردن میکشه، اینمی است. این به آبرو شدن یک وکیل پارلمان است. باید این تما در دالان‌های پارلمان بحث شود. باید کامنت شو بگیرم بخورم بگم میدونی سید جعفر عثمانزاده در فیسبوک یا آدم گفته دشنام تحقیر کلام کرده است. باید بحث باشه، باید این نفر در بین جامعه گشتن عیب داشته باشه، باید دارایی مالکیت که حسابی دولت از این غصب گرفته بشه، باید ماشین دولتی که یا دارن راننده که یا دارن باید گرفته شه، یا باید حق استفاده بردن مالکیت دولتی دیگه نداشته باشن. باید چون یا تحقیر کردن در حق این ملت، در حق یک عضو یک جوان این ملت تحقیر کرده است. حق نداره در صحیفه‌های اجتماعی به این اصول باید جواب بده. این حق ندارن، یا الگو باید نمونه باید باشن در جامعه. ببینید بهترین ها در زندان، مهاجر رو در بدر، این همین عمود میگه پیسته بیمغز اگر لب واکند رسوا شود. این همین پیسته های بیمغز وقتی که چهره اصلیشون، وقتی نقشه پروردگار میرسه که یا باطل هستن باید چهره یا معین شود، پروردگار وقت نقشه میکشه خودش به آبرو میکنه. ببین این به آبرو شدن یک وکیل است. واقعا در دولت‌های دموکراتیک خصوصا اروپا یا که آمریکا باشه، من مطمئن هستم که این تما با دوران‌های بالایی کشیده میشه و در تلویزیون و رسانه‌هاشو نشون میدن. شاید به استعفا رفتن همون وکالت‌دارن تا اون درجه شاید برسه و شاید اگر که هم نرسه در نزد دوربین استاد شوه عذرخواهی باید بکنه. در نزد دوربین از مردم عذرخواهی کنه که من یک حرفی قبیح برای یک کسی ما نوشت، من نوشتم، من معذرت خواهی میکنم مردم که از زبان من برآمد. اما جامعه سالم نیست، عقل‌ها فرار از وطن هستند. نمی 4 تا درمید
در وطن که هستن اینه وکیلش میبرد اشنا میکنه، پگه وزیر میبرد اشنا میکنه، پگه در کار شود در صدی رحمانوف همون قدر جاهل هم هست ولی به این اندازه قصد نشان نمیته ای روی که همون پیسته سالی به زیب اومده از پیسته مغز نداره داخلش. خب دیگر میتونیم بگیم که ایره شرمنده کرد بورک. یک که آبرو کردن ملت هست. ملت دیگه هیچ کس نداره، یا میروان وکیل میشن. خب صحبت طولانی نمیکنیم دوستای عزیز. پیش از که صحبت به انجام برسونیم، من از همه شما دوستان عزیز سپاس و تشکر میکنم. اگر کسی که میخواین در بخش مالی این حرکت سهمگذار باشین، بی‌طرف نباشین، ما در ساختن استودیوی نوی برنامه صدای مردم هستیم. طولی یک هفته شد و انشالله امیدوار هستم که اگر کارمون با هفته بعدی از استودیوی جدیدی برنامه همین استودیو فقط جا و منزل مونه یکمی بهتر میکنیم، یکمی خوبتر میکنیم، صفت و صورت و اینترنت یکمی خوبتر میکنیم. همین است که در این بخش ما نیاز به کمک و دستگیری هر یک شما داریم برادران عزیز. بی‌طرف نباشین. دیگر از این زیاد صحبت طولانی نمیکنیم. از همه شما خواهش میکنیم که در موضوع استقلالیت، بحث استقلالیت، فرزندان استقلالیت بی‌طرف نباشین. من نمیخوام اسم و نواراشون اینجا بگذارم، میخوام خب جستجو بکنین، خودسازی بکنین، اینترنت ورق بزنین، درباره اعلامیه استقلالیت و کسی که اعلامیه استقلالیت امضا گذاشته است معلومات های به دست بگیرین تا برای فرد و فرزنداتون یک تربیه، یک تاریخ زنده، تاریخ گذشته این وطن را آگاه بکنین. با امید پیروزی و سربلندی روزهای نیک همه شما را به خدا میسپاریم تا برنامه های دیگری صدای مردم موفق، سربلند، خانه آباد، پیروز و روز خوب داشته باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.